مسئولان آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سوغد بررسی پرونده عبدالصمد منانزاده رئیس سابق ناحیه غفورов را که به گرفتن پاره به مقدار کلان گمانبر دانسته می شود موقتا بازداشتند. این نخستین مورد به جوابگری جنایی کشیده شدن یک منصبدار سابق بلندپایه در شمال کشور است، ولی طول بیش از یک سال ناگشاده باقی ماندن آن سؤال‌های را در زمینه مبارزه مؤثر مقامات علیه رشوه‌خواری و فساد ایجاد می‌کند. کریم ابراهیم زاده سردار ریاست آژانسی ضد فساد در ولایت سوغد میگوید علیه عبدالصمد منانزاده سابق رئیس ناحیه غفورов اولهای سال 2017 بر اساس بند 319 کودکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی با اتهام گرفتن پاره به مقدار $40,000 آمریکایی بازگردید. او افزود بنابر سببی که منانزاده عبدالصمد در کوفتکو می باشد پرونده جنایتی موقتا بازداشت کرده شده است و در حالت حاضر شدن این شخص پرونده تفتیشان ادامه می یابد. عبدالصمد منانزاده آخرهای سال 2013 به وظیفه رئیس ناحیه غفورов تعیین و ماه ینور سال 2016 برکنار گردید. قبل از آن منانزاده سردار اداره ساختمان اساسی ولایت سوغد بود. او بعد باز شدن پرونده جنایی از زادگاهش غیب زد و مقامات تاکنون جای بود و باش او را معلوم نکردند. اتهام علیه او جزای جریمه به اندازه بیش از 2,000 و بیش از 21,000 نشان دهنده برای حساب یا از 7 تا 12 سال حبس را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سوغد عبدالصمد منانزاده سال 2014 زمان رئیس ناحیه غفورov بودنش برای غیرقانونی جدا کردن قطعه زمین برای تأسیس خواجگی یاری رسان کشاورزی و شرکت خصوصی احمدوف در این ناحیه از رهبر این شرکت $14,000 آمریکایی و автомашین تمغه تویوتا کامری را با ارزش $26,000 به صفت پاره گرفته است. بر عوض ماه می همان سال حدود 2.5 هکتار زمین آبی را به شرکتی مذکور داده است. عظیم ناصرov یک جامعه شناس محلی که موضوع رشوه و فساد را در مطبوعات زیاد مطرح کرده است میگوید فرار کردن سابق رئیس ناحیه بعد باز شدن پرونده و در طول بیش از یک سال بیدرک شدن او ضعف مبارزه مقامات علیه فساد مالی و رشوه‌خواری را بازگو میکند. در همین حال کارمندان ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سوغد در سال گذشته 2017 485 جنایت کروپسیونی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند که نظر به سال قبل 3 عدد زیاد است. بنا به معلومات‌های آماری این نهاد عمدتاً کارمندان حکومت‌های محلی، بخش‌های تندرستی، معارف، نقلیات و انداز در ولایت سوغد بیشتر دست به رشوه‌خواری و فساد مالی زدند.